آفرین بچه های بابا او قرصک برای چی؟ ببخشید شما هم برنده برنامه رو ندیده؟ نه او ساعتی 14 همجا تکلیف کرده بودن شما هم برق آمده بودید؟ و این رو بینید آخر در این هوای گرما ندیدید بیشوخی هیچ گپ نیست زیخ نشوید در دوره های جوانی راوی بودم برنده بودم برنامه رو تا آمدن آن کس خودمان آغاز میکنیم چی گفتید؟ نه؟ تعطیل ها از گذشته ایستاده است به درس های علاوگی میروید معلمان را حرمت احترام میکنید آفرین انا نوروز جان برنده برنامه آمدم سلام علیکم برنده برنامه آمدم بله سلام علیکم شما خوب سلامت باشید شما چند دقیقه میشود که در اینجا هستید اولش اینکه در بیرون قریب 1 ساعت انتظار کردم 1 ساعت انتظار شدید ها من میدانم شما کجا رفتید شما همین کودک ها ما را در هوای تصوان گذاشته اینجا دریای سر نزدیک شما برای سالکن شدن رفتید با تماشابینان سلام کنیم اکای میرزا عمر البته سلام کنیم السلام علیکم هواداران عزتمند تماشابینان همیشگی برنامه‌های جالب شبکه بهارستان این برنامه نوبتی در مهمانی تلویزیون بهارستان است منظور شما و یادرس می‌شویم که برنامه نوبتی در مهمانی تلویزیون بهارستان در شهر خوجند ولایت سوخت در قلعه خوجند ثبت گردید و مهمان برنامه ما هستند دارنده مدال خدمت شایسته هنرپیشه شایسته تاجیکستان میرزا عمر میرزا احمدوف یک قرصک دیگر بزنیم شما دید با برنامه ما پیش از همه درود و سلام به بینندگان عزیز برنامه دوست داشته ترین کودکان نورسان و ما بر این کلاسالان شبکه آوازدار بهارستان من باور دارم که یک صحبت بسیار جالب با شما داریم از فرصت مناسب استفاده برده شما و همکسبان شما را که با خوجند باستانی تشریف آوردید و باعث خوشنودی و سرفرازی است تشکر برای شما از چند سالگی شما به حج توجه داشتید و تا هنرپیشه شایسته تاجیکستان رسیدید از اینها خیلی خرد و کوچک بودم از 6 سالگی آغاز شد من عموما درباره صنعت تئاتری اینقدر تاثیرات نداشتم چون که در حقیقت کودک 6 ساله بودم همان دوره ها هم آموزگاران خوانندگان را برای نمایشنامه های تئاترها برای تماشا می بردند و خوشبختانه به من میسر گردید که سال 1967 هیچ از خاطرم نمی رود در تربیه بی در حولی بودیم و شادروان مادرم که معلمی زبان و ادبیات تاجیک بودند و آن کس راهبر صنفی دهم یعنی صنف‌های بالایی بودند به تئاتر خوانندگان را بردند وقتی که من اولین مراتبه قدم‌های اولین خود را به زینه‌پایی نهایت محتشم و زیبای تئاتر می‌گذاشتم تا بر همین بینا همچون معجزه همچون آهنربا مرا به خود جلب می‌کرد یعنی از 6 سالگی شما پا نهادید روی صحنه هنر اولین مرتبه و دیدید آموختید و این کسب در دل شما جا شد بله با خود شرط گذاشتم که یگانه در زندگی هنرمند اختیار انتخاب میکنم سلامت باشید تشکر برای شما تقریبا 2 سال پیش شما عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان رو گرفتید چگونه فهمیدید که شما سزاوار این عنوان گردیدید کی به شما خبر داد و عموما وقتی که شما این عنوان رو به دست گرفتید چگونه حسیت و هیجان بود خوشبختانه شورای بدیهی تئاتر چند مراتبه مرا پیشنهاد کردند راست گپ اون وقتا کمتر جوان بودم چخیلی که گفتید 2 سال پیش شورای بدیهی تئاتر حجت‌های مرا پیشنهاد نمودند ساعت‌های 21 شب خیلی دیر بود قریب وقت خواب بود زنگ زده گفتند که پگاه باید در فلان ساعت در فلان جا شوید من گفتم که شما میدونید که آخر من خوجند هستم من اونجا چخیل میروم به ما هم همین خبر نو خبر دادن التماس پگاه ساعت 7 صبح همونجا حاضر شوید گفتم
بعد فهمم که البته تا آندمی که به دستم گرفتم در هیجان بودم، باوری هم نداشتم و این یکی از لحظه های خوشبختترین و ناتکراری حیاتی من است. این لحظه ها رو شرح دادن بسیار دشوار است. از دست که به خصوص جناب عالی این عنوان را گرفتن، با آن کس صحبت نمودن، این برای من بسیار یک شرفی بزرگ بود. سلامت باشید. تشکر برای شما. ما میدونیم که شما پیشتر با تئاتر استودیوی خانی کمون همکاری داشتید، فعالیت میکردید و امروز در تئاتر دولتی به نام کمال خوجنده هستید. خانی کمون چی شد؟ همین رو گویم که سال 1982 به کار آمدم و خوشبختانه تا امروز بی تنفس 43 سال می شود در همین کارخانه نهایت عزیزم در بارگاه هنر کار و فعالیت میبرم و وقتی که سال 2003 با تشبث سابق رئیس ولایت مقیم جان عبدالفتاح که آن کس راهبری کلوب حاضر جوانان اسفره با نام حاضر جوابان اسفره بودم و در اینجا بسیار یک دخترک و بچه های بالای قد از آن جمله هنرپیشه بسیار شناخته گلبهار غفار و هنرپیشه محبوب سلیمان سید غازی و چندین دیگر را بودند. بعدتر آهسته هر بار بیدن میگفتن که اکا شما آدمی خواندگی دیگه، ما خواندگی های نظرتان نمیگیرد. از سال 2006 شامل این گروه گردیدم تا دمی به نفقه برآمدم. تشکر برای شما. سلامت باشید. البته تماشابینان عزیز چند سوال دیگر رو ما بعدتر پیشنهاد میکنیم و اینجا خوانندگان حضور دارند. نگاه نکرده با اون که وقتی تعطیل است اما خوانندگان زیاد جمع اومدن برای صحبت با شما. همزمان در اینجا ما آموزگاران این خوانندگان رو جا کردیم و آموزگاران نیز میتوانند از صحبت ما یک بهره به خود گرفته باشند. سوال‌های خوانندگان رو میشنویم و فکر میکنم که سوال‌های جالب پیشنهاد میشود و جواب‌های بسیار جالب و شوق‌آور مهم خواهند شنید. کی سوال دارد؟ سلامت باشید. از یک لب سوال‌ها رو میشنویم. مرحمت. دوران کودکی شما چه خیل بود؟ نامتان چی؟ کامل جان عزیز، اصلی باباش، دوست رو یکی باباش. علمم رو تازه نکن بچه جان. کاش مثل همه شمایان از نو کودک می شدم. دوره های طلایی، دوره های زیبایی، دوره هایی که خاطرات نیک در یادم مانده است. رحمتی مادرم همین قدر خواهش میکردن که بچه جان در این گرمی ها نگرد. من میگفتم بچه جان من خوب نمیکنم، همه جوره ها آبازی میرم بازی میکنم، من خوب نمیکنم. خوب نکنی هم کتابت را گیر و رقصم در هوای نهایت بلند گرم نگرد گفتم. کنی اکنون من راست گفت در این سین سال وقت نمییابم که کم ترکه کم باشد یک دمی بیغم زنم و یک پایهایم را دراز کشید یک دم گیرم. دوری بسیار عجایبی طلایی. ما که در دهات بودیم البته به کارهای بیبی و بابا، به کارهای والدین در چیدن ترمیوه ها، پالیزه ها یاردم میدادیم. بله، یعنی وقتی کودکیشون بسیار خوب پشتی سر شد. بله. تا اون زمانی که البته پدر و مادر بود. بله، سلامت باشید. تشکر برای شما. سوال نوبتی رو میشنویم. مرحمت. در وقت اجرای نقش‌ها یگان حالتی فراموش نشونده هم بود؟ در تمام نمایشنامه‌ها لحظه‌های فراموش نشونده هست. اگر لحظه‌های زیبا، لحظه‌های فراموش ناپذیر نباشد آن نمایش مگر نمایش است. وقتی که هر نقش از عمق دل هنرمند می‌براید بعد به تماشابین مقبول می‌شود. دخترم، لحظه‌های فراموش ناشدنی آن است که با بسیار بزرگان استادان سنت که روحشان شاد باشد من یک عمر از آنها سپاسگزار هستم و از مکتب ایشان بهره گرفتم. البته هر یک لحظه‌ای که با آنها نقش آفریدم، مثلا با هنرمندان مردمی تاجیکستان استادان آیدینای عثمان و معتبرخان ابراهیم و هنرپیشه‌های شایسته تاجیکستان استادان احمد جان پرپیوف، صالح فرمانوف، سرفراز قربانعلیوف، دوران علیمتوف، عبدالرحمن اشروف و این نام را میتوانم بسیار بسیار دوام دهم. البته آن لحظه ها برای من نهایت یک لحظه های خاطرمان و فراموش نشونده بود، زیرا آن روزها دیگر
برنمیگردند این استادان این دنیا رو پدرود گفتند. تشکر برای شما. در مورد لحظه های فراموش نشونده گفتن و واقعا هم چند صحنه شما رو من طریق شبکه‌های اجتماعی طریق تلویزیون البته تماشا کردم و یک صحنه‌ای که بسیار شخصا برای من پسند است این همون تقریر در ذکرالله حکیمов سراینده که بسیار در سطح عالی بود و تماشابینان عزیز بیاید همین لحظه تقلید رو یک جا تماشا میکنیم پرشه از همین صحنه رو و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدهیم با شبکه بهارستان. بمونید. مرا بیچاره‌ای به خانه میگن سخن‌های مرا افسانه میگن جهان گردی سری جنون میگن جهان ارزد به یک پیمانه میگن مرا دیوانه میگن مرا بیگانه میگن مرا دیوانه میگن مرا بیگانه میگن. ادامه دارد برنامه ما. خسته نباشید تماشابینان عزیز و ما با سفر خدمتی در شهر خوجند ولایت سوخت قرار داریم. مهمانی ما هستند هنرپیشه شایسته تاجیکستان میرزا عمر میرزا احمدov. بار دیگر خوش آمدید. بیاید این لحظه پرچه از یگان صحنه حجوی یا اینکه نمایشنامه بازی کنید. عموما هر نقشی که به خودتون پسند است یک لحظه ما تماشا کنیم حلاوت بریم. مرحمت. با من مشرف گردیده است که در بسیار نمایشنامه‌های بچگانه اشتراک کنم. چه نقش‌های بزرگ چه نقش‌های کوچک و یک نمایشنامه بود با نام قاق علی ولندبیک. شاید معلمه‌های عزیز در یاد داشته باشند و این نمایشنامه برای بچه‌ها بود برای شما برین‌ها. خواننده از مکتب به خانه‌شان هم چون رسوی مقرری می‌آید بعد السلام دادا جان پدرش میگه که و علیکم السلام بچه‌م خواندن‌هایت چطور مکتب‌ها تنجیمی استادهای نقش هستند می باها چقدر گفت واه دادا جان باها همش دید یک خندت از آن بارک الله من تو گفتگی بودم که اگر همش واه باشد اگر من تو یک سوم میتیم اون وقتا یک سوم بود یک سوم و 10 تا خورجیک 10 تا گلوشکه میخریدیم. ثانی بعد کنی روزنامه را برار بچه داده سرک روزنامه رو میبرارد بعد میبینده یک خندش از آن نده بولوسی داداش تربیت خیلانی داداش تربیت جسمانی 5 آفرین بارک الله عربی خواندن رو دوام کن کنی بارک الله تو آینده ارتیست شده روی درس سرود 5 قند دزن او کیروی بچه گفته کلام کردن دیه کنی دوامش بینیم این درسی ریاضی 3 بچه داده دیگر این کار تکرار نکن من ادبیات رو میدیم این هم به مثل درس های تربیت جسمانی سرود 5 شد فهمیدی؟ نباشد گوشت رو دادم میمانم کنی فهمیدی؟ فهمو یا توبه این رو بینیده در اینجا معلمت چی نیست است این رو خواند شرمنده پسرتان با مکتب دائما دیر می آید در درس ها نهایت سرجاخ بی انتظام این چی گفته نیگم یه سقی آدم شد و بچه ترسته دادا جان این عیبی من گفته همون روزنامه رو با طبیع پدرش هوا میدید هم تو پدرش میبینه بعد پسرک میگه که دادا جان وای روزنامه من ابا رویش را مخابرش را خوانده بینید هم تو پدرش میبیند و این روزنامه دوری مکتب خانه خودم کو این را از کجا یافتی دادا جان از خبری کتاب کنه های کنید حجو چیست و حجونیکار کیست؟ حجو اون چیزی است که کمبودی های زندگی، کمبودی های روزگار، کمبودی های من و شما رو با زبان حجو یعنی ملایم کرده میگوید اگر به شما یگان کس کمبودیتون رو سخت کرده گوید اگر ما نه تنها شما ما قهرمان میاد که همین ما رو تنقید کرده است البته این با زبان حجو انا همین چیزها رو هنرمندان حجونگار نه تنها هنرمندان حجونگار تمامی هنرمندان همیشه بسیار شخصانی جوینده نظارتچی هستند با همین چیزها در حیات روبرو میشوند
و آن را به زبان حجم کشیده بعد پیشکش مخلصان میکنند. در اویله غیر از شما یگان حجم‌نگار است؟ جانی باباش، حاضر میبینم شمایان در اینجا 14 نفر در حیات در زندگی 12 تا نویره دارم. انا همین قدر شما برین این برای من دولت است. من این را به سبب نگفتم، این را گفتنی هستم که آن شوخی حج هایی که در عائله من میشود چه از جانبی نویره هایم فرزندانم، من در نزد آنها هیچ جملال میمونم. اینقدر خلق تاجیک به گفتنی اسکی و لطیفه ها بایست که در حقیقت من همیشه قائل میشم. در کدام حالت نقش بازیدن برایتان دشوار است؟ در حالتی که عصبی باشم و بعضا میشود که نقش‌های را میسپارند که آن خصلت و خاراکتری آن قهرمان از من دور است، برای من بیگانه است. اما هنرمند است، باید که از اجرای همین نقش‌ها برای در دوره شوروی یک برنامه آفرین بود. در آنجا هنرپیشه شایسته تاجیکستان هنرمند نهایت ورزیده اکای اسفندیار غلام بود، نقش عاجز کمپیر را می‌بازیدم و باور کنید همین نقش عاجز کمپیر به من خیلی معقول بود و این آرزوی دیرینه من بود. من گفتم که چی میشود که به من همین نقش عاجز کمپیر را میدید. آن کس در حیرت افتاده، تو مرد آخر این نقش، من همین نقش گورکای همین شکل تو برای خرابی همین خیلی بیشی که گرسنه ماندگی هیچ خوراک نیافتگی. من تا استاد جان یه همین دید، همین نقش رو به من دید. بعد انا همین نقش رو بازیدم. بچه آچه افتی من خوش رمی چلی من خوش رمی حاضر رحمت همین چه پیش میکنم حالی من مقبول نمیگفته. همین نقش مقبول شد. من راستی که بعضی شوخی کرده میگن که همین نقشتان که شما بفکرم ببرید. тамошобинони азиз, ҳамин лаҳзаҳо як саҳнаи дигарро якҷоя тамошо мекунем ва бармегардем суҳбатро идома медиҳем. бо шабакаи баҳорисон бимонед. اول سرود میخونم که اعظم جان. دخترم، مهرم، امیدم، دردی سرم. پاشا دردی سرم نه، گوهرم. اینا خفه میشن. همون داخل گوهر انوار جان، عذر بسیار میبخشید. این کس فربه باشنم عصبشان خراب. идомаи барномаи дар меҳмонии телевизиони баҳористон аст. хаста набошед тамошобинони азиз ва ёдорас мешавем меҳмони барномаи мо ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон Мирзо Умар Мирзо Ахмедов. бори дигар хуш омадед ва ин иштирокчиён барои худатон як қарсак мезанед. ин лаҳза саволҳои навбатиро якҷоя мешунавем. марамат, аз ин тараф суол мекунем. марамат, این لحظه میتوانید نقش پدر رو اجرا کنید؟ نقش پدر رو؟ از کدام نمایشنامه باشد؟ پدر دخترم همین من کاکلچتان زیبا و شما زیبی دست تاقیچتان زیبا. من یک گپ شنیدم گویم مهلشمی من تا در آمدن همه ها میگن که همین دوگانه‌ها روزنامه‌ش بهای دوش هست میگن. همین راست می؟ نمی؟ وای دو از آن خودم ها؟ سلامت باشید، با بهای خوب و اعلی خوانید. نه تنها فرزند والدین یعنی فرزند پدر و مادر خود، فرزند ملت خویش باشید. استادان خود را پیش از همه حرمت و احترام کنید. پدر و مادر، بیبی و بابا، کلانسالان، هر یکی شما را با امید به مکتب، لباس‌های آزاده، اشیاءهای خوانش نهایت زیبا. افسوس که در دوره‌های ما این خیل مجله و این خیل لوازمات نبودن و مکتب میفرستادن. وقتی خود را ضایع نگذرانید. به گپ استادا گوش دهید. باباهای خوب و اعلی خوانید. آینده کسبای دلخواه خود را انتخاب کنید و بهر این خلق و میهن خدمت‌های شایسته ارزنده کنید. رحمت. سلامت. چرا محض همین کس را انتخاب کردید؟ دخترم، من شمایان از روی فهمیشم در صنف 3 4 5 میخوانید. هر کس در دل آرزو دارد، زیرا بزرگان گفتند که زندگی بی آرزو شیرین نبود. زندگی را آرزو شیرین نبود. در آینده کسبایی به خود مناسب موافق را انتخاب کنید تا که از آن کسبی انتخاب کردهتان پیش از همه خودتان بهره برید. یک لطیفه بگوید. اصلی بابا، دوستویی که بابا، او فقط لطیفه از جانبی مامی از تربیت شما هم شود
و یک حلاوت بریم خندیم آخه. بله شما فکر کرده ایستید من میگویم. بیگاهی روزی همه از کار آمدگی در خانه نشستن هنگام تناول خوراک شام. خوراک شوربا بود است. پسرک از همانجا همون گوشت استخواندار را گرفته همین نابرین حالی صنفهای پایینی بود است. همون میخواد که خورد میخواید. بعد مادرش میبینده میگه که هی پرویز تو سگمی اینقدر استخوان میخوایی استخوان دادت بتی. саломат бошед. ташаккур барои шумо. тамошобинони азиз, дар ҳамин лаҳзаҳо боз як саҳнаи дигарро тамошо мекунем ва бармегардем суҳбатро идома медиҳем. идомаи барномаи дар меҳмонии телевизиони баҳористон аст. хаста набошед тамошобинони азиз. то ин замон дар ягон филм нақш боз дидед шумо? нақшҳои эпизодӣ мегӯянд бо забони театрӣ ва ҳам кино гӯя ки нақшҳои хурд ҳамин хел нақшҳоро боз дидам ва бисёр ҳунармандон бо ҳамин нақшҳои эпизодӣ дар хотири тамошобин монданд. мутаассифона ман дар бисёр филмҳо иштирок накардам, аммо дар ҳамин он филмҳое ки дар давраи хандинкамон худи муқимҷон абдуфаттоев ба навор мегирифтанд, инҳо филмҳои саргузаштӣ чунин ном дорад, наврӯз дар наврӯз, деҳаи мо ва бисёр ваҳои дигар филмҳои дигар ки мақбули тамошобинон гардааст. ва албатта ман дар инҳо нақшҳои гуногун аз сабаби он ки мо дар хандинкамон ҳамагӣ он вақтҳо 6-7 нафар ҳунарманд будем. дар он ҷо қаҳрамонҳои иштирокчии персонажҳои филм бисёр буд. мо бовар кунед то 4-5 тои нақш бозӣ кардем ки ин барои ман бисёр хуш буд. ба кадом давлатҳо сафарҳои ҳунарӣ доштед? ман бисёр орзу мекардам ки ба кишвари ҳамзабон дӯст эрон сафар карда бошам ва 2 сол пеш бо намоишномаи табиби паррон саркоргардони театр мо суҳробҷон шейху ба давлати эрон рафтем ва ин намоишнома бисёр баҳои баланд гирифт. хуб ҳаводорони санъат хуб пазируфтанд. ба якчанд шаҳрҳои давлати Русия, агар давлати Қазоқистонро гӯем бешумор, чунки давлати ниҳоят бузург аст ва дар он ҷо озмунҳои театри чорибиниҳо оиди театру синемо баргузор мегардад. меравем ҳамчун меҳмон, ҳамчун иштирокчӣ. чандин маротиба дар Қазоқистон будем ва бисёр ҷойҳои дигар. вақти холиро чигуна мегузаронед? боракалло духтарам, кошки ман мисли ту вақти холигӣ медоштам. дар давраҳои бачагӣ кӯдагӣ вақтҳои холигӣ буд. чӣ каре ки гуфтам бисёртар ба хондани китобҳои бадеӣ. ҳатто рости гап вақте ки намедонам синфи 2 ё 3 будам, пас аз таъдил муаллими фанни забон ва адибот пурсиданд ки ту кадом китобро хондӣ? ман гуфтам ки субҳи ҷавонии мои устод Сотим Уғурзода. боракалло гуфтам. баъд чиро хондӣ? ман гуфтам вафоро. гум ҳайрон шудам ки вафоро охир ҳоло вай барои ту не сарҳам рафт гуфта. ва баъд бисёр рассомиро дӯст медоштам. ба дастаи рассомони хонаи пионерон ҳамон вақтҳо буд мерафтам. инчунин чӣ гӯям санъати аккосиро дӯст медоштам. дар вақти холигӣ бисёри вақт бо набераҳоям суҳбат мекунам. онҳоро ба сайри тамошо мебарам, ба ҳавои тоза мебарорам. аз саҳар мехезам, ҳамон ба гулу буттаҳое ки шинондам мисли фарзанд. ҳоло калон шавед агар як гулми буттами як растари ношиноед. мана дар мактаб муаллимо шуморо вазифадор мекунанд ки дар тубакҳо гулҳои ороиши хонагиро вай кунед. бинед ҳамин 1-2 тубак шумо гулро мепарваред. вақте ки вай калонтар мешавад, вақте ки вай сабз мешавад, вақте ки вай мешкувад, ба дилҳо фараҳ мебахшад. чӣ хел шумо аз он баҳра мебаред? шуғли дӯстдоштаи ман ин деҳқонӣ.
ورزش را دوست می‌دارد؟ جانکی باباش او ورزش گروی سلامتی ورزش را کی دوست نمی‌دارد؟ من پیاده‌گردی را دوست می‌دارم. همین در حوالی هم با باغ و با میدانم نگاه کنم باور میکنید شاید که کیلومترها امروز من راه کردم. ادامه برنامه در مهمونی تلویزیونی بهارستان است. در قسمت انجام برنامه قرار داریم و میرزا عمر میرزا احمدов تحفه آوردن برای اشتراکچیان ما مخصوص خودنویس ها. من فکر میکنم که این تحفه برای اشتراکچیان است. بیاید تقسیم میکنیم. گرچنده که این کم است به جای بسیار قبول کنید. با این قلم ها خودنویس ها من میخوام که همیشه یادداشت های نیک خود را قید کرده باشید. انشاهای خوب، نقل های خطی جالب و البته من باوری دارم در بین شما شاعران جهان هستند. در حق این کشور نهایت زیبا تاجیکستان عزیز، آموزگاران، در حق والدین ها، در حق خواهر و دادرهای خود شعرها نوشته باشید. اینجا رسیدیم به قسمت انجام برنامه نوبتی همون. اطمینان دارم برنامه نوبتی برای شما جالب بود، دیدنی بود و البته از برنامه ما یک جهان معنی به خود گرفتید. ما از پای جستجوی قهرمان برنامه نوبتی در مهمونی تلویزیونی بهارستان میشویم و تا برنامه نوبتی با شما خیر و خوش میکنیم. زندگی شایسته شما، آرزوی همیشگی ما کارمندان شبکه بهارستان است. تا برنامه نوبتی خیر.